سلام، من ابوالفضلم و اینجا اسپیس اکادمیه. توی این ویدیو قراره یاد بگیریم که چجوری نرم افزار چت جی پی تی رو نصب کنیم و از قابلیت‌های خفن اون استفاده کنیم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. این آموزش هم برای اندروید هم برای آیفون که اول از اندروید شروع می‌کنیم. توی مرحله اول واسه گوشی اندرویدی باید وارد پلی استور بشیم و چت جی پی تی رو سرچ کنیم که با این پیغام روبرو میشیم که دیگه این نرم افزار در کشور شما قابل دسترس نیست. خب برای رفع این مشکل باید چه کار کنیم؟ توی همون پلی استور بیتوری رو سرچ میکنیم و نصبش میکنیم و از کانفیگ‌های استفاده میکنیم که چت جی پی تی توی این کشورها قابل دسترسه، مثلا سوئد، آمریکا یا کشورهای اروپایی. بعد از اینکه از اون کانفیگ‌ها استفاده کردیم وارد پلی استور میشیم و باز دوباره چت جی پی تی رو سرچ میکنیم و میبینید که الان چت جی پی تی برای ما قابل دسترس شده و میتونیم نصبش کنیم. حالا میزنم چت جی پی تی رو نصب میکنم. منتظرم نصب. بعد از اینکه نصبش کردیم وارد نرم افزار میشیم، کانتینیو رو میزنیم و از این قسمت توی نرم افزار با جیمیلمون لاگین میکنیم. بعد از اینکه لاگین کردیم داخل نرم افزار، حالا میتونیم از قابلیت‌های خفن چت جی پی تی استفاده کنیم. حالا میریم سراغ آیفون. وارد اپ استور میشیم و از قسمت سرچ چت جی پی تی رو سرچ میکنیم. دانلود رو میزنیم و شروع میکنه به دانلود کردن. بعد از اینکه وارد نرم افزار شدم کانتینیو رو میزنم و از قسمت ساین اپ کانتینیو وات گوگل رو میزنم که با جیمیلم لاگین کنم داخل نرم افزار. حالا میتونیم از قابلیت‌های خفن اون استفاده کنیم، مثل ساخت پوستر، عکس، ایده پردازی و هر چیزی که توی ذهنتونه. اگه این آموزش براتون کاربردی بود حتما برای دوستاتونم بفرستید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.